سلام، با فیلم نابالغ در خدمتتون هستیم. فیلم با معرفی یه دختر 17 ساله به اسم آیانا و 2 از دوستای سرزنده و آزادش شانتی و تی شروع میشه. اونا توی مترو با هم شوخی میکنن و از آخرین تابستونشون کنار هم دیگه لذت میبرن. توی مسیر آیانا میره سراغ یه پسر و با اعتماد به نفس کامل از طرف شانتی که مدتی روش کراش داره ازش میخواد که باهاش بیرون بره. بعد دخترها میرن خونه‌اش توی محله فقیرنشین هارلم. لباس عوض میکنن و بعدش میرن تماشای یه بازی بسکتبال توی پارک. تی اونجا با دوست پسرش یورل که توی بازی وقت میگذرونه. این وسط آیانا تنها میمونه و متوجه ایزایا پسر عموی بزرگ یورل میشه. پسری که از لحظه اول جذب اون شده میاد جلو و خودشو معرفی میکنه، ولی آیانا بهش محل نمیذاره و برمیگرده خونه. یه هفته بعد ایزایا توی خشکشویی محله میبینتش و این بار با اعتماد به نفس بیشتر سراغش میره. یه گفتگوی جذاب و محترمانه رو شروع میکنه و ازش میخواد باهاش قرار بذاره. آیانا قبول میکنه و اولین قرارشون رو میذارن و کل روز و شب رو با هم میگذرونن و درباره خودشون حرف میزنن. پسره میگه که تهیه کننده موسیقیه و دنبال استعدادهای جدید میگرده و آیانا هم تعریف میکنه که پاییز قراره بره دانشگاه بوکنل توی پنسیلوانیا. شب وقتی که اونا دارن از ساحل برمیگردن، آیانا اولین قدمو برمی‌داره و همدیگر رو میبوسن. روزای بعد بیشتر و بیشتر با هم وقت میگذرونن و رابطه‌شون جدی‌تر میشه. آیانا که معمولاً توی عشق محتاطه، کم کم بهش دل میبنده و از جذابیت، پختگی و توجه‌های خاصش خوشش میاد. ایزایا هم عاشق زیبایی، هوش و روح آزاد اون میشه. یه روز از خونه‌ای که با مادرش که دائم با دوست پسرای مختلف میاد بیرون و میره پیش دوستاش. شانته داره از خواهرزاده‌اش مراقبت میکنه. اونا میشینن درباره زنای مجرد محلشون حرف میزنن و به این نتیجه میرسن که برای جلوگیری از عواقب بزرگ و تغییرات اساسی توی زندگی باید خیلی محتاط و مسئولیت پذیر بود. بعد از این صحبت‌ها آیانا میره خونه ایزایا و شب رو اونجا میگذرونه. رابطه‌شون عمیق‌تر میشه و به مرحله جدیدی میرسه. ارتباطشون روز به روز صمیمی‌تر میشه، اونقدری که آیانا شروع میکنه به نوشتن شعرهای عمیق و پرمعنی درباره حسایی که ایزایا بهش داده و قبلا هرگز تجربه نکرده. یه روز 2 نفری با تی و یورل که توی خونه ایزایا هستن قرار میذارن و با هم ورق بازی میکنن و حسابی خوش میگذرونن. وسط خوشگذرونی یه زن جوون سفید پوست ناگهان وارد آپارتمان میشه و میخواد فوراً با ایزایا حرف بزنه. این اتفاق یه تنش جدی ایجاد میکنه. تی و یورل تصمیم میگیرن اونجا رو ترک کنن تا بهشون فرصت بدن این قضیه رو حل کنن. آیانا توی خونه در حالی که عصبانی منتظر میمونه و امیدواره که دوست پسرش یه توضیح قانع کننده داشته باشه. وقتی برمیگرده آیانا کلی سوال به سمتش شلیک میکنه و طول میکشه تا ایزایا آرومش کنه و توضیح میده که اون دختر دوست دختر قبلیشه که بدون اجازه اومده تا شانسش رو برای برگشتنش امتحان کنه، ولی اون نپذیرفته. حرفاشو قبول میکنه و به خونه برمیگرده، اما ته دلش همچنان از این ماجرا ناراحته، به خصوص اینکه اون دختر سفید پوسته. آیانا بعد از این اتفاق توی اینترنت دنبال دختره میگرده و فعالیت‌هاش رو دنبال میکنه. عکسای قدیمیش رو با ایزایا میبینه که اصلا احساس خوبی بهش نمیده. توی همین چند روز آیانا متوجه میشه حالش خوب نیست و دائما حالت تهوع داره. از ترس میره داروخونه و یه تست بارداری میگیره. وقتی تست رو انجام میده میفهمه که واقعا بار داره. نمیدونه چطور باید با این موضوع کنار بیاد. با اینکه احساس تنهایی میکنه تصمیم میگیره چیزی به کسی نگه و وانمود کنه که همه چیز مثل قبله. رابطه‌شون ظاهرا به حالت عادی برگشته، حداقل از نظر ایزایا. روز بعد آیانا به تنهایی به اولین قرار دکتر زنانش میره و میفهمه شرایطش خوبه، اما توی خونه اوضاع خوب پیش نمیره. رابطه بین اون و مادرش خیلی متشنجه و تقریبا هر روز همه چیز از هزینه‌های دانشگاه گرفته تا دوست پسرای مشکوک مادرش دعواست. یه روز مادرش تصمیم میگیره برای بهبود رابطه‌شون قدمی برداره و غذای مورد علاقه دخترش رو درست میکنه. مامانش که حس مادرانش قوی‌تر شده شک میکنه و مستقیم ازش میپرسه که موضوع چیه. آیانا متعجب از اینکه چطور مادرش همچین چیزی رو حدس زده هیچ جوابی نداره که بده و شروع میکنه به گریه کردن.
روز بعد به ایزایا میگه که از رفتن به دانشگاه بوکنل صرف نظر کرده و توی نیویورک میمونه و درس میخونه تا بتونن کنار هم باشن. اون هم موافقت میکنه. ایزایا به همراه آیانا و دوستاش برای نهار بیرون میرن. ولی درست وقتی که غذا رو شروع میکنن بین ایزایا و شانته درباره مسائل سیاسی و مشکلات مردای سیاه‌پوست بحث داغی در میگیره. ایزایا معتقد مرد سیاه‌پوست بودن سخت‌تر از زن سیاه‌پوست بودنه و این حرفش باعث ناراحتی جمع مخصوصا شانته میشه. بعد از رد و بدل کردن چند تا حرف تند پسر از رستوران میره بیرون. آیانا ازش در مقابل دوستاش دفاع میکنه و به دنبالش میره. آرومش میکنه و شب رو توی خونش میگذرونه تا اینکه نصف شب بیدار میشه و میبینه ایزایا توی خونه نیست. وحشت میکنه و مضطرب منتظر میمونه تا برگرده. چند ساعت بعد دوست پسرش برمیگرده و توضیح میده که واسه فکر کردن بیرون رفته بوده. بعدش اضافه میکنه نمیخواد آیانا به خاطرش از آیندهش و دانشگاه بوکنل بگذره. در نهایت تصمیم میگیره که رابطه‌شون رو تموم کنن. از شنیدن این حرف شوکه و نابود میشه. بهش میگه که داره از مسئولیت فرار میکنه و یه آدم ترسوئه که وقتی اوضاع جدی میشه جا میزنه. بعد مستقیم ازش میپرسه که آیا واقعا میخواد باهاش باشه یا نه. وقتی ایزایا مردد میشه، آیانا وسایلش رو جمع میکنه و همون موقع شب علیرغم خواهش ایزایا که حداقل تا صبح بمونه محل رو ترک میکنه و به سمت خونه خودش میره. حالا آیانا که فقط 17 سالشه خودش رو توی موقعیتی میبینه که بارداره و مردی که پدر بچه‌شه ترکش کرده. این موضوع اون رو به هم میریزه و احساس میکنه هیچ راهی نداره. تصمیم سختی میگیره و قرص سقط جنین مصرف میکنه ولی نمیدونه که قراره با چه درد وحشتناکی روبرو بشه. چند ساعت بعد دچار خونریزی شدید و دردای طاقت فرسا میشه و به سختی به تی زنگ میزنه و ازش کمک میخواد. بعد خودش رو تا حموم میکشونه و به زور به وان میرسه، جایی که خونریزی ادامه پیدا میکنه. وقتی خونریزی بالاخره متوقف میشه، تی کمکش میکنه که برگرده به اتاق نشیمن و سعی میکنه بهش دلداری بده. آیانا ضعیف و در هم شکسته توی آغوش دوستش با واقعیت سختی که زندگی بهش تحمیل کرده روبرو میشه. مادر آیانا وقتی به خونه میرسه و دخترش رو توی اون حال میبینه شوکه میشه. سریع به سمتش میره، بغلش میکنه و بدون هیچ قضاوتی همراه با دخترش گریه میکنه. اون چند روز بعد میره جلوی آپارتمان ایزایا و بیرون منتظرش میمونه و با امید اینکه باهاش حرف بزنه. وقتی پسر میرسه و آیانا رو اونجا میبینه به شدت عصبانی میشه، چون قبلا از یورل شنیده بوده که چه اتفاقی افتاده. آیانا دنبالش میره و توضیح میده که تو اون موقعیت هیچ کاری از دستش بر نمیومد چون ایزایا خودش رابطه رو تموم کرده بوده. اما اون حاضر نیست به حرفاش گوش بده و از خونه بیرونش میکنه، در حالی که آیانا با گریه بهش میگه هنوز دوستش داره. حالا توی بدترین موقعیتی که همیشه ازش میترسید گیر افتاده، دلشکسته از اولین عشقش، اسیر خاطراتش و عزادار از دست دادن بچه‌ش. برای فراموش کردن ایزایا سعی میکنه با یه نفر دیگه قرار بذاره، اما نه تنها کمکی نمیکنه بلکه بیشتر باعث میشه به یادش بیافته. بارها و بارها سعی میکنه باهاش تماس بگیره ولی ایزایا خودشو کاملا ازش دور کرده. بالاخره به دوستش زنگ میزنه. تی از صمیم قلب از اینکه ماجرای بچه رو به یورل گفته معذرت خواهی میکنه و سعی میکنه دلداریش بده. اینجا آیانا تصمیم میگیره که به خاطر آینده خودش و خانواده‌اش قوی باشه. برای نشون دادن این تغییر موهای بلند بافته شده‌اش رو کوتاه میکنه و کمی هم سبک لباس پوشیدنش رو تغییر میده. بعد از اون آیانا دایموند رو پیدا میکنه و بهش چند تا شعر میده که توی یه رویداد بخونه. رویدادی که میدونه ایزایا اونجا حضور داره. دختر قبول میکنه و وقتی آهنگ اجرا میشه ایزایا با شنیدنش حسابی تحت تاثیر قرار میگیره و تمام خاطراتش با آیانا براش زنده میشه. از طرفی تابستون هم داره به پایان میرسه و آیانا آماده رفتن میشه. مادرش براش یه مهمونی خدافظی میگیره که توش همه دوستاش و همچنین دوستای مادرش شرکت کردن و براش آرزوی موفقیت میکنن. مادرش بهش میگه که چقدر بهش افتخار میکنه و دخترش رو با عشق راهی میکنه. آیانا وسایلش رو جمع میکنه و میره به سمت ایستگاه قطار تا به سمت پنسیلوانیا حرکت کنه. وقتی روی نیمکت نشسته و منتظر قطارش، ناگهان ایزایا رو از دور میبینه که داره بهش نگاه میکنه. اون به سمتش میاد و کنارش میشینه. با این صحنه فیلم به پایان میرسه.